Hello my friends, how are you? How are you today? Hope you're doing great. And in this video, as you know, we make sentences, yes? If you're new here, make sure to subscribe our channel for more videos just like this one. And let's get started. Hope you enjoyed it. سلام دوستان. امیدواریم که حال همه شما خوب است. خب اگر بار اول باشه در کانال حتما ابونه شوید، درس‌های خوب است استفاده کنید. خب در این درس چون که شما دوستان میدونید ما جمله‌های زبانی انگلیسی میسازیم و جمله‌هایی که امیدواریم که زیادتر اینها رو ما در روزهای خود استفاده میکنیم و در این درس کمی در باره دردهای یعنی چگونه گوییم که درد میکنه یک جایی ما کمی در باره درد جمله ساختم و بیاید شروع میکنیم و ببینیم چه خیلی جمله میسازیم. خب اولین جمله‌ای که ما میسازیم برای مثال در دیروز آغاز کرد. برای مثال یک شما در نزد دکتر باشید میتونید از این استفاده کنید. خب زبان انگلیسی. خب در دوستان the pain started yesterday. Yes. Why? Yesterday. The pain یعنی درد started شروع کرد yesterday دیروز. سرم درد نکند هنگامی که من میخونم، یعنی هنگامی که اون چیز میخونید سرتون درد نکند. مالی من می میشد my head درد نکند hurt. زمانی که یعنی وقتی که when I read وقتی که من میخونم. my head سرم یعنی سری من hurts درد میکند when زمانی که I read من میخونم. پایهای من اکثر وقت درد میکنند وقتی که هوا سرد است، یعنی که شمال خوردگی پاتون باشد که از جهت خنکی یعنی پاتون درد میکنه هنگامی که هوا خنک باشد. خب پایهای من شکل جمع my legs درد میکند اکثر وقت often یعنی اکثر وقت چسته often درد نکند aches نه دوستان ache برای که شکل جمع کشید es نمیگیرند، برای شکل‌های تنهایی جانشین‌های سیم اس میگیرند. ache زمانی که when the weather is cold. My legs often ache when the weather is cold. پای من درد نکنه. For example, یعنی پای من my leg hurts. خب دوستان شما اکنون در اینجا شاید ببینید که مثلا درد کردن یعنی درد دارم با مانند pain شید hurt ache. Yes. من یک فرقیت اینها رو میگویم دوستان. pain اساس دردی زیادتر است، یعنی دردی که شما را غم میدهد و اکثر وقت از دردی pain شما با شکایت به نزد دکتر میروید و در اینجا ache دوستان یعنی pain دوستان ایگنور کردنش یعنی تحمل کردنش مشکل تر است و ache دوستان این دردهایی هست که شما میتوانید آنها رو ایگنور کنید، یعنی دردهایی هست که به مانندی که پایم درد میکنه هنگامی که هوا خنک است. خب میتونید شما پاتون ایگنور کنید، یعنی که زمانهایی که پاتون هوا خنک است بعد پاتون درد میکنه، در وقت خنک نباشه سوز است. و ache خودشم برای یک چند جایی از قسمی بدن یعنی بدی هست که مثلا for example headache, earache با چی داریم toothache باز heartache. خب دیگه جایی که مثلا در بدن هستن همین. و مثلا my legs hurt دوستان با مانندی است که این
метавонад баёнгари pain ва ache бошад. вақте ки шумо мегӯед ки мисол my head hurts, yes, яъне шумо дар назар доред ки I have a headache, яъне ман сардард дорам. ё ин ки my legs hurts, ба монанди шумо метавонед гӯед ки I have a pain in my leg. окей. خب پنجم مثال فشار بلند خون میتواند خیلی خطرناک باشد. یعنی هم دورانی که خون میگیم که فشار بلند خون میتواند چه خطرناک باشد. فشار بلند یعنی بلند بودنش خودش های میشوه. های خون میدونید که blood، انا فشار یعنی دورانی میشود pressure. pressure high blood pressure یعنی فشار خونی بلند high بلند blood یعنی خون pressure دورانی فشار بلندی خون. اگر با تاجیکی کرد یعنی درست‌تر کنیمش میتواند خطرناک باشد. can be خیلی خطرناک باشد. can be very dangerous. High blood pressure can be very dangerous. High blood pressure can be very dangerous. خب برای چی چشمای من در میکنه؟ سوال میکنه مثلا why مالی من eyes، why my eyes شکل جمع است ache. برای چی چشمان من درد نکند؟ خب من درد دارم در قفس سینه‌ام. yes. خب I have a pain in my chest. I have a pain in my chest. یعنی chest همون گرود میگیم که قفس سینه گرود. I have من دارم a pain درد in my chest در سینه‌ام یعنی که قفس سینه‌ام. او فشاری بلندی خون دارد. او یک پسر یا یک دختر. مثلا پسر he has high blood pressure. He has high blood pressure. من فکر میکنم که دل او کمی مشکلی دارد. آن همیشه درد میکند. من فکر میکنم دوستان I think من فکر میکنم او دارد. he has فکر میکنم که دل او کمی مشکل دارد. I think he has some problem with his deal heart. I think he has some problem with his heart. Okay. آن همیشه درد میکند. آن یعنی که گپ درباره دل راستش ما it میگیم یعنی که دلش. it always aches یا که hurts هم بودنسه میشه hurts. بعد دوستان hurt بسیارتر باز معنیش برای زخمی کردن، آزار دادن اختان هم استفادهش میکنن. اوکی. خب دلم درد میکند هنگامی که به تو فکر میکنم. اوکی. دل من my heart درد میکند aches زمانی که when I think about you. yes. my heart aches درد میکند when زمانی که I think about you فکر میکنم درباره شما یعنی درباره تو، درباره شما. I think about my girlfriend or boyfriend I don't know. ایش اختان میگیم. خب بدن او از به صورتی درد کرد. خب بدن او his body. yes. body را شما میدونید که دوستان چی است؟ بدن یا اینکه تلای انسان میگن his body یعنی بدی خودش و مال او پسر یا اینکه مال او دختر her body or his body ached. yes. زمانی گذشته ached for برای استراحت یعنی از به صورتی بدنش درد کرد. his body ached for a rest. okay. next sentence. آیا این بیماری خطرناک است؟ خب is
سوالی کشید فعل to be ما پیش از چیه جانشین میاد. Is it a dangerous در اینجا باز بیماری میشود disease. خب is it میباشد این a dangerous disease یعنی که این میباشد بیماری خطرناک. disease بیماری میشود. بیماری هم میشود. شاید آیا میتواند این مردی کو را کمک کند؟ یعنی سوال میده به یگام نفر. خب توانستن can yes can وقتی که سوالش پیش از جانشین میاد. can you آیا میتواند این مردی کو را کمک کند؟ can you help this blind این مرد man yes can you help this blind man آیا میتواند این مردی کور را کمک کند؟ این برای آدم های کور است. it is for the blind people. It is for the blind people. او یک ورچ بهترین است. او مثال یک دختر she yes she دختر می شود. she is a great physician. okay physician. خب سوال نقطه. خب she is a great physician. okay و فکر که تمامش 15 تا ساختم. مثلا در دیروز آغاز کرد. The pain started yesterday. سرم درد میکنه هنگامی که من میخونم. My head hurts when I read. پایهای من اکثر وقت درد میکنه وقتی که هوا سرد است. My legs often ache when the weather is cold. پای من درد میکنه. My leg hurts. فشار بلند خون میتواند خیلی خطرناک باشه. High blood pressure can be very dangerous. برای چه چشمای من درد میکنه. Why my eyes ache. من درد دارم در قفسه سینه‌ام. I have a pain in my chest. okay. او فشار بلندی خون دارد. He has high blood pressure. من فکر میکنم که دل او کمی مشکلی دارد. آن همیشه درد میکند. I think من فکر میکنم he has او دارد some problem کمی مشکلی with his heart. با دلش it always hurts. آن همیشه درد میکنه آن دلش. My heart aches when I think about you. دلم درد میکنه هنگامی که به شما فکر میکنم. His body ached for a rest. بدن او از بی‌صورتی درد کرد. زمانی گذشته ached. Is it a dangerous disease? Can you help this blind man? آیا شما میتوانید این مردی کور را کمک رسانید؟ This is for the blind people. این است برای آدم‌های کور. She is a great physician. او یک ورچی بهترین است. خب دوستان این بود ویدیوی امروزه ما. امیدوارم که یگام درسی خوبتر از کرده باشین. یگام لغت یا اینکه یگام جمله های خوب تا درس های دیگر موفق سربلند باشه.